تو اتوبان خیلی ترافیک سنگین بود. خانمی جلوتر از ما رانندگی میکرد. من هر وقت خودم به شخص در خیابان‌های تهران رانندگی میکنم، وقتی خانمی جلوتر از من رانندگی میکنه ماتم میگیرم، برای اینکه دو خصوصیت عجیب در رانندگی خانم ها وجود داره. یک، راه نمیرن. دو، راه نمیدن. حالا تا هی چراغ بده هی بوق بزن، لاین سرعت رو گرفته ولم نمیکنه. وقتی بهش نزدیک میشی از بغل که نگاش میکنی میبینی صندلی رو چسبونده به فرمون، دو دستی این فرمون رو گرفته فرمون در نره و تمام تلاشش اینه که سپر ماشین رو نگاه کنه. یکی نیست بگه خب خواهر من ماشین آیرودینامیکی دیگه شیشه سپر لعنتی رو برش کن.